من قراره 1 ساعته آماده شم برای یه عروسی. الان از باشگاه اومدم، میرم همون. پرام دی داریم میریم پرام. و من یه ذره مریضم. صبح یه ذره کار کردم ولی الان چون سرگیجه یه ذره دارم نمیتونم کتاب بخونم و نمیتونم لپتاپم نگاه کنم. نمیدونم قراره امروز چجوری پیش بره. یعنی دوست دارم یه ویدیو خیلی خوب براتون درست کنم ولی نمیتونم. واقعا سرم درد میکنه. چت جی پی تی بهم گفت که آب سیب و just don't look at this. This is like apple juice. وقتی که مریض میشم یا بیکار میشم یه کار خیلی بدی که انجام میدم آنلاین خرید کردنه. یعنی میشینم تو این سایت ها، حالا بعضیش هم نمیخرم، واقعا کار اشتباهیه. وقتی مریضین آنلاین شاپا رو نگاه نکنین. دیروز میخواستم براتون فیلم بگیرم که آماده شدم اینا، ولی من چون زیاد میکاپ نمی کنم، یعنی میکاپ اونجوری سایه زدن و منظورمه، زیاد بلد نیستم. میخواستم سایه اسموکی بزنم که این it was like واقعا فاجعه بود. به نظرم خودم خوب شد. حالا کسایی تو مهمونی بودن باید بگن. برای همین اصلا حوصله نداشتم فیلم بگیرم. اون لحظه اینجوری بودم که من یکی نیست بگه مجبورت کردم وقتی مریضی ویدیو بگیری و بسازی. اگه خوب شم فردا ویدیو داریم، اگه خوب نشم فردا ویدیو نداریم. Alexa, turn on relax mode. Good night. Seriously, برین دیگه، خدافظ.